مصیبت های گوناگون بر ما میرسد، ثبات داشته باشیم، استقامت داشته باشیم. یک نفر برای ما وهابی میگه، یک نفر برای ما داعشی میگه، یک نفر برای ما دهشتگر میگه، یک نفر برای ما تروریست میگه، یک نفر برای ما صدها لقب میته. ما نباید منحرف شویم، ما باید خوشحال باشیم. چرا ما اینقدر ضعیف شدیم؟ به خاطر از اینکه ما از اصل دین خود فرار میکنیم. ما باید کتاب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میخوانیم عمل بکنیم. حتی در مقابل پدر و مادر خود در مسئله دین صادق نمیتونیم، در مقابل خویش و اقارب خود نمیتونیم، در مقابل دوست و رفیق خود نمیتونیم. والا فلانی ناراحت میشه، فلانی ناراض میشه، فلانی از ما قطع رابطه میکنه. با دشمنای الله و رسول شب و روز ما را میگذرانیم، باز میگیم ناراحت میشه. چرا ما کسایی که با الله و رسول دشمنی دارن با او دوستی بکنیم؟ بگذار تمام دنیا با مقابل تو سلاح برد و تو را سرزنش کند. اگر چیزی باشد که الله را پسندیده است، از کسی نترس. نترس، الله یگانه کسی است که بعد از مرگ هم با تو خواهد ماند. انسان ها میرندند، امروز در اینجا اند و فردا رفتند. به آن تسلیم مشو، تسلیم مشو. برادر عزیزم، در دینتون صبر باشید، صبر کنید. بدون صبر عقیده داشتن، دین داشتن ناممکن است. خیلی که الله سبحانه و تعالی به پیامبر گفت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر بکن چگونه که اولو العزم از همه پیامبران بزرگ صبر کردند. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم. همه این علمای بگم همه این انبیاء رسول بزرگترین به صبر دینشون نگاه داشتند و به دین وفات کردند. صبر بکنید، بدون صبر دیگر راه نیست. صبر جمیل. برای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. با صبر کردن و یقین داشتن در عقیدت، یقین میکنی در عقیدت و همین با صبر کردن میستی، همه شبهات این کار میکنی، به علم میستی، درجه امامت، درجه بالاترین انسانیت امام اهل توحید میشوی. کسی نباش. صبر و یقین و این در اساس علم به وجود میاد و در اساس صدق. برای ببینید شرط لا اله الا الله اول علم است. علم بعد یقین میکنی، باور میکنی، 100% علم. بعد همین علم یقینت به صادق میشی و اخلاص میکنی، همه چیزی اومده را قبول میکنی، عمل میکنی. انا همین خودش تو را دیگه انشالله، انا همین منهج به همین صادقیت و به همین علمت الله سبحانه و تعالی تو را نگاه میداره. بارک الله فیکم.